سلام عزیزم. میدونم به خاطر نماز خوندنم کلیپم رو تا آخر نمیبینی، ولی اگه تا آخر دیدی از بزرگی خودته. این آبشاری که میبینین 4 فصله و 3 تا 4 دقیقه با خونه ما فاصله داره و امروز تصمیم گرفتم برم اونجا و 2 رکعت نماز شکر بخونم و حدس میزنم که زیر این کلیپ تعدادی از دوستان اهل تشیع منو قضاوت کنن یا حتی ممکنه توهین کنن که چرا من دست میگیرم. اینکه یه شیعه بزرگوار دست نمیگیره و یه سنی بزرگوار دست میگیره آنچنان فرقی نداره. مهم اینه که هر کدوممون به طریقی با خدا ارتباط میگیریم. عزیزای دلم، این دنیا باید پر از عشق باشه، پر از عشق ورزیدن و محبت باشه. هر روز که بیدار میشی زندگیت رو با یاد خدا، با نگاه خدا، با محبت خدا شروع کن. قلبت پر از محبت بیکران باشه. قربونت برم. باور کنید این همه قضاوت کردن، تهمت زدن، دیگران رو زیر سوال بردن، زندگی دیگران رو خراب کردن، دیگران رو مسخره کردن، آخرش که چی؟ باور کن فقط آرامش رو از زندگی خودت میگیری، رزقت کمتر میشه، زندگی از اون هدفهایی که برای خودت تعیین کردی دور میشه. پس تا میتونی برای زندگی خودت تلاش کن و اگه جایی میتونی دست دیگران رو بگیری، چه مادی باشه چه از نظر روحی و معنوی، دریغ نکن. خدای بزرگ قطعا برات جبران میکنه. 100 سال پیش این وقتا اجداد ما عشق ورزیدن، زندگی کردن، دغدغه داشتن، غصه خوردن، آخرش که چی شد؟ بالاخره نقطه سر خطشون در این دنیا رسید. نقطه سر خط ما هم میرسه. هممون یه بازیگریم و یه مسافریم در این دنیا. البته اینم بگم که بعد مرگ زندگی اصلی ما شروع میشه و روح ما برای همیشه زنده است. خلاصه میخوام بگم در این صفحه هدف من اینه که بهتون عشق بورزم و انرژی مثبت بدم و انتظاری که ازتون دارم اینه که تا میتونید دیدگاهتون رو به زندگی عوض کنید، قدر عزیزانتون رو بیشتر بدونید، هر روز با چشم بصیرت به این همه نعمت فراوان که در اطرافتون هستش نگاه کنید. اگه بعضی چیزا رو از دست میدین، مطمئن باشین خیلی از چیزا رو هم به دست میارین. امیدوارم زندگیتون غرق آرامش و خوشبختی بشه و امروز در کنار این آبشار و با نگاه قشنگی خدا برای آرامش و سلامتی و تندرستی و رزق پربرکت همتون دعا کردم و امیدوارم این کلیپ رو برای همه اونایی که لایق این حس خوب هستن بفرستید.